دو روز است من عصبانیت هستم، ناراحت هستم. خب در پیشگاه خدا خجالتمند حس کنم که امروز جوانای ما، دخترای ما به این حد رسیدن ما علماها پروا نداریم. 6 نفر دختری تاجیک میگوید با تاجیک عادی، تاجیک محلی با فرمی بچه کلمه سینه بنده که پلافکه در لب دریا میگد با 6 بچه، هر 6 با بازی دارن. موسفیده از پیشم گذشتیدم پروا ندارم میگد. دختری محلی تاجیک با پلافکو با سینه بنده در کوچه، در جایی که آدم ها ره میزنن در لب دریا بازی دارن. مگر حیا کجا شد؟ مادرای عزیز ساین همون دختری من شما هستن. وای چگونه آینده مادر میشود؟